از معاذ رضی الله تعالی عنه روایت است که میگوید با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر الاغ سواره بودیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای معاذ، آیا حقوق الله تبارک و تعالی بر بندگان و حقوق بندگان بر الله تبارک و تعالی را میدانید؟ گفتم الله و رسول او داناتر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند حقوق الله بر بندگان این است که او را عبادت کنند و به او شریک نآورند و حقوق بندگان بر الله تبارک و تعالی این است که هر کسی که به او شریک نآورد او را عذاب ندهد. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه میگوید گفتم که ای رسول خدا، آیا این مژده را به دیگران برسانم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نه، چون که آنها به این سخن تکیه میکنند. و این حدیث را حضرت معاذ قبل از مرگش به مردم رساند.